بازم تونه جدا شدی باری تا این مکسمون نخوره. این مپ سخت برج انتقام در اینجاست، خیلی سختیه. اوه فارس رو دقیقا روبرو این برج انتقام که رو دروشه، مثلا حالا 2 ستاره بتونیم بگیریم. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون خوش اومدین. من محمد هستم و تو این کانال سعی دارم بهتون یاد بدم چجوری اتکاتون رو با ریسک پایین 3 ستاره کنید و بدونید که کار سختی نیست این کار. توی ویدیو قبلی مرحله این روش رو توضیح دادم، اگه خواستید برین اون ویدیو رو هم ببینید. این بار هم دوباره توضیح میدم، اما این بار میخوام لایو چند تا اتک رنگ بزنم. من تازه تان 17 شدم و هنوز کمپ هم 320 تایی هستن و یه جورایی تان 16 حساب میشم. خاطر همین از تقویت هیرو و آرمی استفاده میکنم. با من همراه باشید تا بریم دخالت. بریم که اتک اول رو بزنیم. خب یه تان 17 است که مپ خیلی خیلی خوبی داره. جهت آتش اندازه رو میبینم، اینکه میخوام ببینم از کدوم گوشه حمله کنم. این بار از اینجا از ساعت 9 میخوام واردن رو بندازم، ساعت 6 هیرو میان و بعد ارتشم بره داخل. همچنین از اسپل نماری نداره، ولی خب من از الوار انداز استفاده میکنم. بریم که اتیکو شروع کنیم. اینجا کوره رو میندازم. کنم لایو باشه بهتره، حالا تصمیم گیری و برچی امیدوار بودم که به این سم نیاده برای ایکس رو بگیره. اگه ایکس رو بگیره اتک رو شروع میکنم و بله ایکس رو گرفت. ترورا رو میریزم پشت سر ترورا، الوار اندازم میندازم. از اینجا کینگ، اینجا کوین و دوکی کنارش. خیلی ببینید اصلا منحرف نمیشن بیسن و من سعی میکنم خیلی قشنگ این الوار انداز به اون کمک کرد. من میخوام آره ببینید این اصلا متای بازیه، استفاده نکردن ازش به نظرم یه اشتباهه. از این نیزه پرتاب کنم یا اون تراورا حتما استفاده کنید دیگه. وقتی یه نیروی دیگه زیادی قویه استفاده نکنید خودتون ضرر میکنید. یا مثلا دوک رو همیشه تو اتکاتون بذارید که داره اینجوری مپا رو میخوره. الان من 2 تا آرچر اینجا بذارم برای پاک سازی. برات تو سرشون گرم. هنوز قدرت کینگ رو نزدم. 2 تا اسپل هیرو دارم که هنوز استفاده نشده. نیازی هم نمیدونم که استفاده کنم. خودتون ببینین که قدرت کینگ موند. حالا قدرت کینگ هم میزنیم. قدرت کینگ 2 تا اسپل هیرو و 1 اسپل توتم موند. بریم برای اتک دوم. خیلی خوب یه تان 18 است که حتی دیواراش هم مکس. اسپل ناوری اینجاست، مشکلی درست نمیکنه. پس من اینجا میام از بشک پرتاب کن استفاده میکنم، برج انتقام و برج چند دنده و تک سنگ. اوه همشون در یه سمت. ببین باید از این وسط بیایم، باید نزدیک برج انتقام باشید، همیشه یادتون باشه. حالا از ساعت از اینجا حمله کنم فرق نمیکنه چون قرینه است مپش. این چقدر کمک کردیم بالونه.
یکم که واردن بیاد نزدیکتر، بعدش این کورا رو میندازم تا این باید واردن یکم متمایل بشه به سمت خونه کارگر، وگرنه نترسیم، اصلا نترسیم، ما اسپل ریج داریم. خیلی خوب، الکسیر رو بگیرم، اتکو شروع میکنم. خیلی خوب، اتکو شروع میکنم. پشت سرش از بشکه استفاده میکنم این وسط، از این کینگ کوین. اینجا تصمیم دارم دوک رو بیارم وسط. حالا چون والبریکی رو کارشون خوب انجام دادن، یه والبریکی رو میندازم. حتما دوتا استفاده کنیم روی برجنت، حتما. برای این علور انداز تان 18 هم استفاده کنین از دوتا، چون این تمام این هیلرام رو نابود میکنه اگه استفاده نکنیم. جا سخت مپ تمام شد، اصلا مشکلی نداره که فعال شد. ولی مشکلی هست اینه که ما والکیری رو رفتن سمت این، من میذارم که این ریت این آتش انداز به این سمت خودت کینگ رو میزنم. حالا بالاخره هیلرام درست شد، من گفتم والکیری ببخشید. اسپل بازم اسپل فریز اینجا استفاده میکنم. دوتا اینجا رو بعد انداختم، اشکال خودشون پاک سازی میکنم. بازم دوتا اسپل اضافه اومد، بازم سیده دو کم که نزدیم. دوتا اسپل اضافه اومد، یه تانه 3 تا اسپل اضافه اومد. قدرت دوک رو نزدیم و حتی دیوارای این تانه 18 هم مکس بود. خب بریم برای اتک سوم. یه مپ سخت، برج انتقام در اینجاست، مپ خیلی سختیه. اوه، فایر اسپریت رو دقیقا روبرو این برج انتقام هست. خیلی خوب، قطعا میچرخن و به اونجا هم نمیرسن. برای که باش اصلا رو در روشیم، اصلا حالا 2 ستاره بتونیم بگیریم خیلی بس خطرناکی واسه من. که من الان شروع میکنم، مشکلی نیست. مشکلی پرداخت کن اینجا، کینگ کوین اینجا، فعلا نیازی به این نیست. دوک رو از اینجا میندازم، یه ریج باید حتما به ارتشم بدم. امیدوارم چه مرسی از دوک، مرسی از دوک و مرسی از وایسکولن با این زمان بندی برای مرگش. بازم یه ببینیم، نه والولی که چقدر بد رفت، شاید که سختیه، واقعا مپ خوبی داره، واقعا یه آدم از این اسپل زرد استفاده کنم، مشکلی نیست. میندازیم اینجا علکی. خود دوکمون ساپورت کنیم، بازم با این حال نشد، مشکلی نیست. من به این دوتا توتم نیاز دارم، واسه چی؟ واسه این
مثل این تک سنگ و میبینیم که تمام تلاش هم رفته گذاشته اینجا. ولی نیاز دارم حالا تک سنگی هم اصلا نیاز نشد. توتم اینجا استفاده کردم. توتم من یه بار دیگه بیدار میکنم شما یه توتم اینجا میذارم که نکشش دوباره. واقعا اتیک خوبی بود. یه مپ خیلی خوب داشت، یه مپ عالی داشت که حالا 3 ستاره شد. فکر میکنم یه اسپل ریوایو هم حتی اضافه اومد. خب حالا بریم برای اتک 4. بازم یه تانه 17 شد. یه بار تانه 17 مکسیمون نخوره. خب حالا این برج تلسم نامری داره. برج انتقام اینجاست و حتما از سمت برج انتقام بریم. مشکلی نداره از بشکه استفاده میکنم. آنچنان مشکل زون نمیشه. من که از پشت این شروع میکنم. شروع کنیم. بالون هیلرا. خب حالا من این 3 تا کوره هم میندازم برای پاکسازی. من شو پاکسازی استفاده میشم. دارم میخواد یکم واردن بیاد. آره جلوتر که اومد. مرسی. این آرچه رو بگیرم اتماش شروع کنم. خب آرچه رو گرفتیم. شروع میکنیم. واردن بیا پشت نیرو. مشکی پرتاب کن. کینگ کوین دوک از این سمت. اینا چیه؟ بفه عالی. راه باز کنیم واسه شون. واسه یکی رو بفرستیم راه باز کنه. با توتم دیگه اینجا باید شما مدیریت کنید. خیلی عالی عالی. من این برج تلسم نامریش هم از من اصلا هیچ مشکلی نیست. فقط این هست که این باش پرتاب کنه که درستش کنه. هنوز خودست دوکو داریم. نیروم رو داریم. متان واقعا متای بازی. ترابه رو ببینید اصلا رحم نداره. ترابه خوبی که این افتاد اینجا چون من میتونم دوباره بلندش کنم. خودش هم که بلند میشه هیچ مشکلی نیست. من اینجا از فریز استفاده میکنم. ببین اینجوری نابود. این یه کاری کنم. من باید دوکو میخوام بلند کنم که زودتر اتاکو تمام کنم. وقت کم نگیریم. شاید کینگ هم بلند کردم. اگه دوک بیاد بیسم یه کامل کشیده بیسم. آره من باید کینگ هم بلند کنم. سمت و جارو. خب بازم 2 تا اسپل اضافه آمد. خیلی راحت. 30 ثانیه وقت اضافه تقدیم بشم. خب دوستان 4 تا اتک زدیم. 4 تا 3 ستاره. لطفا اگه خوشتون اومد ساب کنید. شما حمایت کنید. این برای من دلگرمی میشه که محتوای بیشتری بسازم و توی کانال بذارم. بدرود.